قیمت‌های بازار جهانی تغییر نکرده و همچنان دیگر کشورهای همسایه قیمت‌های مواد اولیه‌شان تغییر نکرده، ولی در افغانستان بسیار قیمت‌ها بالا رفته. دلیل از چی بوده میتونه؟ دلیلش اینه است که تیل و گاز بلند رفته. یکی مشکلات چی است که صادرات و واردات فهمید کم است. واردات است، صادر ما چیز نداریم. این مشکلات هم است. دیگه وقتی که همسایه جنگ باشه دیگه باشه تاثیر حتما میکنه. طبعا در هر کشوری که جنگ شود کشورهای همسایه متضرر میشه و این افغانستان از ایران و از کشورهای همسایه مواد ارتزاقی گاز تیل میخرن. طبعا که او کشورها در مورد خطر و در مورد مخاطره باشه بالای کشور افغانستان تاثیر میکنه و اقتصاد در مخاطره میندازه. از این درگیری آخر تقریبا 10 روز میشه. در 10 روز ذخایر چیزی نداشتیم که استفاده بکنیم. ذخایر نیست که باید دولت یک کار میکرد که باید ذخیره میکرد دیگه خود چیز نیست که. سلام و درود نصارای که شما خوبان. امیدوار هستیم خوب صحتمند و سر حال باشید. از هر گوشه دنیا که ما رو بیننده هستید لباس عافیت به تن داشته باشید. من امینان خیمی هستم و شما رو خوش آمدید میگم به یکی از گزارشات شهری دیگر. خیلی از وطندارای ما شکایت داشتن در این اواخر که قیمت مواد اولیه از جمله آرد، برنج یا همچنان به طرف تیل، گاز خیلی قیمت شده در بعد از درگیری های اخیر جهانی که جنگ ایران، اسرائیل و اینا بود. این در حالی است که قیمت بازار جهانی تا حال تغییر نکرده، ولی در کابل قیمت ها بسیار بالا رفته. ما امروز آمدیم به مندوی کابل تا از قیمت مواد ارتزاقی، مواد اولیه با خبر شویم و همراه تجارا و همچنان عمده فروشای عزیز ما صحبت های داشته باشیم تا دلیل بالا رفتن از این قیمت ها چی است و همراهشون صحبت ها می داشته باشیم تا آخر برنامه با ما باشید. سلام علیکم. خوب هستی برادر خان؟ صفا بجانب. بخیر باشین. شما خوب هستین؟ ان شاء الله مزاحم کارتون خونه شده. هیچ کار نیست. در ابتدا یک معرفی کوتاه خودتون بکنید. من تنها دکاندار منده خانه سر کابل هستم. چقدر وقت میشه که کار مواد ارتزاقی رو پیش میبره؟ این همینجا یک 20 سال میشه. 20 سال؟ نه. خدا خیلی وقت میشه. خیلی وقت میشه. در این اواخر قیمت آرد، برنج همچنان همه مواد ارتزاقی خیلی بلند رفتم بعد از این درگیری ها. این قیمت های بازار جهانی تغییر نکرده و همچنان دیگر کشورهای همسایه قیمت های مواد اولیه‌شان تغییر نکرده، ولی در افغانستان بسیار قیمت ها بالا رفته. دلیل از چی بوده میتونه؟ دلیلش اینه است که تیل و گاز بلند رفته. یکی مشکلات چی است که صادرات و واردات فهمید کم است. واردات است، صادر ما چیز نداریم. این مشکلات هم است. دیگه وقتی که همسایه جنگ باشه دیگه باشه تاثیر حتما میکنه که مواد بلند برای روغن مثلا سابق 500 بود ولی 530 روپیه شده بوتلش. آرد می رقم در بوجی 100 روپیه بلند رفته. برنج هم در بوجی 200 1.5 روپیه بلند رفته. آرد چند شده؟ آرد بوجی شده 1450 روپیه. 1400 سابق هم از ایران وارد میشد؟ نه از دیگه کشورها به حساب نمی تیل که بلند بره بود موتورها به حساب تیل که بلند شد کرام بلند میشه مجبور دکاندار سر تقسیم کنه دیگه نمیتونه تفاوت نرخ نه. از این درگیری آخر تقریبا 10 روز میشه. در 10 روز ذخایر چیزی نداشتیم که استفاده بکنیم. ذخایر نیست که باید دولت یک کار میکرد که باید ذخیره میکرد دیگه خود چیز نیست که. فکر کنم که در حال مذاکره هستند و آتش بس داریستند. اگر آتش بس شود دوباره واردات و صادرات شروع شود قیمت ها زودتر پایین میاد یک چند وقت دوام خواهد کرد؟ نه یک شاید خود دفعتا معلومات نمیشه که چی وقت پایین میشه که حساب که افغانستان یک قانونش هست. تجارای ما تجارای عزیز ما یک کار میکنن که اگر دلار یا همچنان همین تیل چیزا قیمت میشه هر آرد که مثلا اگر آرد 1400 باشه بخی مشکلات حل شوه او تا 2 ماه 3 ماه قیمتش پایین نمیاد. بله گپ واسه که یک حساب دیگه است که حساب دلار او وقت 68 روپیه یک بوجار 13.5 میامد. دلار حالی 71 روپیه 70 پیسه است دیگه نمام تغییرات میاره. مثلا از خارج حالی 1420 روپیه است. سابق 1350 روپیه دیگه یک بوجار 100 روپیه 70 روپیه بلند شد. خب کدام پیام کدام گفتنی برای دولت ما هم تجارای ما داریم؟ پیام خیلی میشه که باید حساب تیل به حساب اینمی گمرکات یک چیزی تخفیف بیاره که مردم هم واس نداره. مردم هم کار و بار دیگه روز به روز خراب است دیگه کار نیست. اینمی علتش اینمی است که کار نیست، ماش نیست. اینمی علت است که تیل هم بلند شده دیگه هم شدن گمرکات کم کنه دیگه مشکل است.
بسیار تشکر. خیر باشید. خیر بشین چاش باشین. زنده باشید. بخیر خیر باشید. باشید. خداحافظ. سلام علیکم. علیکم السلام. خوب هستین؟ ان شاء الله بخیر هستین؟ بخیر باشین. شما خوب هستین؟ ان شاء الله مزاحم کارتون خوب نشده. خواهش میکنم. سلام عرض ادب خدمت شما بیننده ها و همکاران عزیز شما. تشکر بسیار زیاد. در ابتدا اگر خودتان معرفی بکنید. صبغت الله نجیبی هستم. دانش آموخته مستری حقوق بین الملل. همچنان صراف هستم در بازار هرز. چقدر وقت میشه این کار شروع کردن؟ شاید 18 سال میشه. خیلی تجربه کار هستن دیگه. کم است، زیاد نیست. ما امروز آمدیم از خاطر نرخ و حوالی طلا و همچنان ارزهای دلار و همچنان دیگر ارزها که بعد از جنگ اسرائیل، امریکا و ایران چقدر بالای اقتصاد افغانستان ضربه زده و چقدر اقتصاد ضعیف ساخته؟ طبعا در هر کشوری که جنگ شود کشورهای همسایه متضرر میشه. بله. و این افغانستان از ایران و از کشورهای همسایه مواد ارتزاقی، گاز، تیل میخرن. طبعا که او کشورها در مورد خطر و در مورد مخاطره باشه بالای کشور افغانستان تاثیر میکنه و اقتصاد در مخاطره میندازه. در حالت فعلی گاز 50 افغانی بود، حالا به نظر میرسه 75-80 افغانی شده و همچنان تیل هم پلان شده. مواد ارتزاقی از سوی دیگه طلا هم امروز کاهش پیدا کرد چون جمهوری اسلامی ایران بالای پایگاه ایالات متحده آمریکا در الحدید قطر عملات انجام داد و موشکاش اونجا سقوط کرد. در فعلا بازار ارز تفاوت کرد، دلار در مقابل تومان پایین آمد، همچنان طلا هم کاهش پیدا کرد. این دلیلش چی بوده میتونه که ارزها بالا میره و طلا کاهش پیدا میکنه؟ چون بازار طلا دلار همسان نیست. وقتی که طلا بالا بره دلار پایین میاد و دلار که پایین بیاد طلا بالا میره. در این بازار فعلا بازار جنگ است. در حالت جنگی تحلیل ها نمیتونن درست فقط میتونیم بگیم به نظر میرسه، اما فعلا طلا کاهش پیدا کرد و تومان هم همچنان در مقابل دلار کاهش پیدا کرد چون کشورها دیدن که ایران یک ضربه محکم وارد کرد به جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی ایران موشک زد به پایگاه ایالات متحده آمریکا در قطر. بازار ارز متاثر از این موضوع است. در کشورهای همسایه که جنگ میشه هم کشورهای دوردست، ولی تجارت ما در افغانستان قیمت‌ها رو بسیار زود بالا میبرن. این دلیل و تاثیر از این چی است؟ بس دیگه است که هنوز به اون حد نیست که بازار تاثیر کنه و به بازار اقتصاد ضربه بزنه. این یک نوع احتکار است. تجارت ما یک دیشان نمیتونیم کلشون بگیم احتکار میکنن. هنوز بازار جهانی تحول نموده که اینا بازار قیمت بهای مواد ارتزاقی را تیل گاز زود تغییر میتن. این یک نوع احتکار است. فکر نکنم که هنوز در کشور ایران دلار در مقابل تومان تغییر نکرده، اما اینا گاز یکدم بلند میکنن، گاز قید میکنن، تیل همچنان. این از شرعی حرام است، احتکار میکنن. باید ما بر اساس عدالت و عدل رفتار کنیم، اما باید ها و نباید ها را باید در نظر بگیریم. ما سرکی فشار میاریم، سرکی متضرر میشه، فقیر بیچاره، همین کراچوان، دکاندار، مردم عام، یک مدیر مامور معلم 10,000 معاش داره، این معاش تقسیم میکنه به تمام امور خانواده خود، اما فکر نکنم تا آخر ماه این پول رسیدگی بسنده نیست و این پول تجارا از فقیر بیچاره ها میگیرن، از این مردم بیچاره. این حرام است، عدالت در نظر بگیرن و هر کار که حلال باشه خداوند برکت میکنه. شاید گپ ما درست نباشه، اما کسایی را دیدیم که حرام خوردن، مالای احتکار کردن، تمام زندگیشان در گرفت، عریق شد. خداوند از سوی دیگه باز برشان جزا میده.
بسیار زیاد تشکر از شما، بسیار زیاد خوش شدیم از شما. کدام پیام گفتنی آخر خودتون بر بیننده ما داره؟ ما کدام پیام خاص ندارم، اما از دولت ما جمهوری اسلامی افغانستان می‌خواهیم که کسایی که در راستای مواد ارتزاقی را نرخش بلند میبرند و احتکار میکنن، خصوصا مارکت‌های کابل، باید در این مورد دقیق کار کنن. هر کس که خلاف قانون رفتار میکنه و خلاف قانون مواد ارتزاقی را بالا میبره، بالای مردم ستم میکنه، در دستگاه عدلی قضایی معرفی شوند. تشکر از شما. تشکر از شما. بخیر باشید. وقت خوش.